درود و مهر، شبتان بخیر. به سرویس خبر هفته امشب با من سعدالدین حکیمی خوش آمدید. دونالد ترامپ پیشنهاد جدید به ایران داد و گفت انتظار پاسخ تهران را دارد. او همچنان هشدار داد در صورت شکست مذاکرات نسخه جدید و سختگیرانه پروژه آزادی را دوباره آغاز خواهد کرد. همزمان سنتکام با نشر تصویر جنگنده F-16 گفته نیروهای آمریکایی در خاورمیانه آماده عملیات گسترده هستند. در سوی دیگر تمامی اورانیوم غنی شده ونزوئلا به آمریکا منتقل شد. از سوی نیویورک پست گزارش داده که قدرت رد یا تایید توافق صلح در ایران در دست سپاه پاسداران قرار دارد که بیشتر باعث جنگ شده است. در تازه ترین مورد هم گفته شده در کنار اسلام آباد دوحه نیز وارد میانجیگری میان تهران و واشنگتن شده و احتمال برگزاری دور بعدی گفتگوها در چارچوب مذاکرات یک ماهه میان دو طرف در اسلام آباد برگزار شود. برای پرداختن بیشتر به این موضوع آقای دکتر محمد زلمه افغانیار آگاه ارشد سیاسی و نظامی با ما پیوستند. جناب دکتر صاحب خیلی خوش آمدین به برنامه. با بررسی تحولات اخیر شما وضعیت را چگونه بررسی میکنین؟ بسم الله النور الذی یدبر الامور. احترامات خدمت شما. از همه سلام بخوایم داشته باشم به خدمت ملت افغانستان، هموطنان عزیز ما و شما در هر گوشه از جهان هستی که هستند. امیدوار هستم آرام و صحتمند باشند، در کمال آرامش روحی و روانی همراه اعضای فامیلای محترمشان در هر گوشه از جهان که هستند. علیکم سلام. کار مردان روشنی و گرمی است، کار دونان حیله و بیشرمی است. طبعا که اوضاع منطقه و کشورهای فرامنطقوی پیچیده شده با حضور نیروهای امنیتی امریکایی و کشتی‌های جنگیشان در خلیج فارس به خاطر ایجاد تقابل و تنش با ایرانی ها. این برمیگرده به برنامه‌های استخباراتی و فرامنطقوی امریکایی ها که به خاطر اشغال فیزیکی یا هم اقتصادی و سیاسی برنامه‌های داشتند و دارند. این که تقابل‌ها فی مابین ایران و امریکا برمیگرده بیش از 4 دهه گذشته که ایران با تحریم مواجه است، اما در سال جاری این تنش‌ها بسیار پیچیده‌تر شده، به نحوی که در فاز جدیدی در لایه از استخباراتی و همچنین فناوری موشکی و پهپادی قرار گرفته. امریکایی‌ها زمانی که حمله کردن احساس می‌کردند که در ساعت‌های اولیه بتوانند برنامه‌های خود تطبیق بسازند. به نحوی زمانی که در ایران موضوع زن، زندگی، آزادی مطرح بحث شد و مخالفین سیاسی ایران دست به مظاهرات زدند، امریکایی‌ها هم حمایت خود انجام دادند. اما زمانی که با خاموشی اینترنت در ایران مطرح بحث شد جوابش و ده‌ها هزار نفر بندی شدند و اعتدادشان را هم ایرانی‌ها آمدن اعدام کردند، همون روند بر خود یک برنامه دیگه گرفت. این بود که امریکایی‌ها صحبتی با اسرائیلی‌ها داشتند و اسرائیل به ایران حمله کرد که در یک از این حملات حمله 12 روزه بود و حمله دیگه 42 روز ادامه پیدا کرد که این منتج به این شد که جمعی از اعضای کابینه حاکمان ایران و شمول رهبرش زده شود و تقابل‌ها برای خود یک راه دیگه پیدا بکنه. جناب دکتر بالمقابل ایرانی‌ها هم آمدن کشورهای عربی را به خاطر حمایت از پایگاه‌های آمریکایی‌ها مورد قرار دادند و این تنش‌ها ادامه پیدا کرد تا این لحظه. جناب دکتر صاحب بیاین امروز بحث را کمک عقب‌تر ببریم. شما اشاره داشتین به اینکه 47 سال پیش این نزاع وجود داشته بین آمریکا و تهران. بر سر چی بود؟ تمام تقابل‌ها بر از او به هدف این هست که عدم تطبیق عمق استراتژیک برنامه‌های استخباراتی و سیاسی مطرح میشه. زمانی که شاه در ایران حاکمیت میکرد، آمریکایی‌ها به نحوی در ایران نفوذ داشتند، هم در ساختارسازی‌هایش، هم در استخراج معادنش و هم در نفت. زمانی که خاندان شاهی آمد این برنامه‌ها را قبول نکرد، آمریکایی‌ها بر از او یک برنامه را چیدند و به خاطر براندازی نظام شاهی برنامه دیگری را او مطرح بحث قرار دادند که او برنامه را رهبر قبلی ایران خمینی به او را بهره داشت. شاه او را تبعید کرد، به فرانسه رفت و در فرانسه اوجا حضور داشت. زمانی که تحولات داخل ایران مطرح بحث شد، رژیم شاه سقوط کرد. فرانسوی‌ها با حمایت بعضی از کشورها با طیاره حاملش که او را به ایران انتقال دادند، خبرنگارها را جای به جای کردند، بیش از 100 نفر را، و حکومت را به خمینی سپردند. از همون زمانی که خمینی حکومت را گرفت، باز تقابل‌ها مطرح بحث شد، چرا که وعده‌ها و صحبت‌هایی که داده شده بود جنبه عملی به خود نگرفت. از سوی ایران باز این بود که از حکومت حاکم همون وقت که خمینی ساخته بود و کابینه‌شان را که بیش از 72 نفر در یک انفجار او کشته شدند، متغیر شد پالیسی‌هایشان. این بود که باز جنگ ایران و عراق شروع شد و در اون جنگ هم طبعا که آمریکایی‌ها برنامه‌های خود داشتند به خاطر براندازی حکومت ایران.
این بود که از 47 سال قبل مرگ به امریکا و مرگ به اسرائیل و موضوعات دیگر در ایران مطرح بحث شد و امریکایی ها تحریم ها را وضع کردند بر ایرانی ها و همون تحریم ها از گذشته تا حال ادامه داره که منتج به جنگ شد که جنگ فناوری هست، موشکی و پهپادی و استخباراتی هست. اما همون عقده‌مندی هایی که یهودیت و نصرانیت با کشورهای جهان اسلام داشته و دارند مجاب ساخت امریکایی ها را که با اسرائیلی ها هم نوا شود و اسرائیل جنگ را شروع کرد و امریکا را پایش به میدان کشاند. اگر ما این موضوع رو باز دوباره دقیق‌تر بررسی بکنیم، این برمیگرده با همون فساد گسترده جزیره اپستین که در اون طبعا ترامپ هم شریک بود که تصاویر و فیلم‌هایش را ما و شما دیدیم. به نحوی کسی که او جزیره را مدیریت میکرد یک افسر استخباراتی اسرائیلی بوده. و طبعا این شما مطمئن باشین اگر ترامپ مدارک و شواهد مبنی بر فسادهای گسترده اخلاقی نمی‌داشت، هیچگاهی در این جنگی که دورنمایش مشخص نبود از طریق اسرائیل با ایران دخیل نمیشد. و این هست که اسرائیلی ها مجاب کردند اشارتان به همون قضیه های اپستین است؟ طبعا که چنین هست. از گذشته ها ما همیشه برای ما سوال بود که چرا رهبرای کشورهای جهان و خاصه در افغانستان در موضوعات منافع ملی صدا بلند نمیکنند. ما دیدیم زمانی که به میلیون ها نسخه از اون مدارک و شواهد برآمد، اکثر کشورهای جهان رهبرایش و تجارش به نحوی با او جزیره و با او مدارک و شواهد او وابستگی داشتند. بالمقابل ترامپ هم ما تصاویر و ویدیوهایش هم نشر شد که در اون جزیره رفت آمد داشته و طبعا که موضوعاتی را انجام داده و اگر امروز به خواسته هایی که اسرائیل میگه این جنگ را ادامه نده، طبعا از این ترس داره که با تصاویر بیشتری از او نشر شود. سپاس. خب حالا جناب دکتر، دو رهبری در ایران سرنگون شد و گذشت. حالا رهبر جدید ایران که آقای سید مجتبی خامنه‌ای است حضور داره و نیویورک پست گزارش را منتشر کرده که به اساس آن تمام صلاحیت‌های ایران را یا به خصوص صلاحیت رد یا تایید از توافق صلح با آمریکا را سپاه تنها در دست داره. چی فکر میکنین که رهبری ایران صلاحیت آنچنانی را نداره که توافق صلح را با واشنگتن رد یا تایید کنه؟ از گذشته تا حال تمام موضوعات استخباراتی، سیاسی، اقتصادی ایران را سپاه مدیریت کرده. سپاه حکومت یعنی مورد تازه‌ای نیست؟ حکومت اصلی و حکومت سایه ایران حکومت سپاه هست. بله. چی از زمانی که خمینی بود، چی زمانی که خامنه‌ای بود و حال هم که بچه خامنه‌ای آمده، تمام قوت و قدرت نظامی، استخباراتی، تجارتی ایران پیش سپاه هست. به نحوی که حتی اینا گفته میتونیم که اعضای کابینهشان به پارلمان و همچنین رئیس جمهورش هم سمبولیک هست. تا کسی که در رأس سپاه قرار داره برش هدایت نده، هیچگاه او چنین کردن نمیتونه. همون شکلی که حاکمان لاهور پنجابستانی ها را استخبارات و اردو مدیریت میکنه. پس بنابراین اگر امروز هم امریکایی ها صحبت و برنامه را مطرح بحث دارن، باید او از فیلتر سپاه بگذره و همین بود که امریکایی ها آمدن سپاه را یک سازمان خلافکار بین‌المللی اعلام کردند به نحوی با کشورهای دیگر. پس بنابراین اگر امروز بچه خامنه‌ای در قدرت قرار گرفته، به اساس هدایت و برنامه قبول شده از طرف سپاه بوده که به عنوان رهبر و جایگزین او آمده انتخاب شده و زمانی که حلقات مشخص داخلی ایران به شمول اعضای کابینه جنرال های زده شد، جایگزین ها را از همین طریق برش انتخاب کردند که تا همین لحظه تانستند او را مدیریت بکنند و این تقابلی هم که هست فیما بین امریکا و ایران برمیگرده به تقابل بسیار بسیار گذشته فیما بین سپاه که زمانی که خمینی این ایجاد کرد بیش از 4 دهه قبل. پس بنان این روند ادامه داره. خب آنچنان که شما میگین همه مورد از رهبری گرفته تا دیگر مقامات زمانی که سمبولیک باشه، پس خوشبینی هایی که آقای پزشکیان یا عباس عراقچی یا دیگر مقامات ایران وقتی که اظهار میکنن بی‌معناست؟ ببینین معنا بر خودشان داره، معنا بر مردمشان داره که تحت نام رئیس جمهور بر خود رئیس جمهور دارن، بر خود کابینه دارن. خب در عمل برمیگرده به سپاه. در عمل معنایی داره؟ خب در عمل ما میبینیم اگر معنایی میداشت طبعا که به توافقات میرسیدن.
بیش از چند هفته میشه که حاکمان لاهور پنجابستانی ها میزبان این گفتمان شدن و حال میگن که دوحه هم میخواهد در این روند بیای حضور داشته باشه. با پیش آمدن ها و پس رفتن های ترامپ در رابطه با حضور در خلیج فارس، کشتی های جنگیشان روان کردن، تیارات جنگی را روان کردن، هزارها تن مواد انفجاری را به ایران ریختاندن، صدها نفرشان را شهید ساختن و اماکن عامل منفعهشان را مورد هدف قرار دادن. هدف چی هست؟ اگر هدف اتم داشتن هست، امریکا اجازه داره اتم داشته باشه، اسرائیل اجازه داره، فرانسه اجازه داره، روسیه اجازه داره، چین اجازه داره. چرا کشورهای جهان اسلام نداشته باشه؟ خب دقیقاً من پرسش می‌خواستم مطرح کنم. پاکستانی ها حق دارن که داشته باشن. پاکستانی را که MI6 انگلستان 79 سال میشه او مدیریت میکنه و در حکومت مرکزی نداره. آزاد پختونخواها، بلوچ‌ها، سیندی‌ها علیش هستند، آزاد کشمیری‌ها علیش هستند. حکومتش امروز داخل کشور خود کنترل کردن نمیتونه. او حق داره اتم داشته باشه، اما ایران خود که داخل کشور خود کنترل کردن میتونه با وصف تمام موضوعات اختلافات مذهبی که با مردم خود داره، اختلافات سیاسی که با بلوچ‌ها و با کردها داره. این برمیگرده به یک برنامه استخباراتی فراتر که اتم یک بهانه است. هدف این است که در ایران اوها تغییر نظام سیاسی را مطرح بحث داشته باشند تا مهرهای گذشته همون شکلی که 47 سال قبل شاه را کشیدن، گفتن مرگ به شاه، برو شاه، حالا میخوان بگن خوش آمده بچه شاه، بیا شاه. بله. خب آقای افغانیار، در اینجا یک مورد دیگه هم که دقیقاً من میخواستم مطرح بسازم، امی است که دونالد ترامپ چند قبل مقامات ایران را و همچنان کسایی که در ایران حالا حکومت را زیر دست دارن یا در دست دارن برش دیوانگان خطاب کرد و گفت که ما نمیخواهیم که اختیار بمب اتم را در دست کسان باشه یا دکمه بمب اتم در دست کسی باشه که اونا مبادا او را فشار نده و کشورها را به تباهی بده. آیا بیم از چنین چیزی میره؟ دیوانه اصلی روانی را جهان میفهمه که ترامپ هست. امریکا در 300 و چند ساله که به وجود آمده باعث بانی کشته شدن میلیون ها انسان شده و به صدها هزار نفر در 2 دهه اخیر شده، چی در سوریه، چی در یمن، در عراق، در افغانستان و حال هم در ایرانستان. سپاس. از ترامپ دیوانه‌تر کی هست که امروز بم اتم را او داره، باز هم دیوانوار به کشورهای دیگه میره، حتی رؤسای جمهور اعضای فامیلش را او اختطاف میکنن و امروز هم موضوعات اتمیشان را او به کشور خود انتقال میدن. سپاس. مواد سوختیشان انتقال میدن. هراس امریکایی هست که اگر حاکمان ایران به سلاح اتمی برسه، امروز جنگ قدرت‌های اتمی هست، جنگ استخبارات و فناوری هست که اگر وقتی که در یک تراز قرار بگیرن، اگر امریکا اتم داشته باشه و ایران هم داشته باشه، اگر او اخطار بده، این هم اخطار داده میتونه. همون شکلی که اگر امروز ایران 40 سال میلیاردها دلار پیسه نفت خود بالای پهباد و موشک مصرف نمیکرد، امروز در مقابل امریکا یک کشتیش زده نمیتونست، طبعا که در روزهای اول این جنگ خاتمه پیدا میکرد. خب سپاس. اما زمانی که پایگاه‌های امن امریکا را در کشورهای عربی و خلیج را ایرانی‌ها با موشک و پهباد زدن، امریکایی‌ها مجاب به این شدن که گفتمان را مطرح بحث بسازند. از یک طرف گفتمان، از یک طرف فشار و از یک طرف دیگه تطمیع. چی در بود داخلی و چی در بود فرامنطقوی. بله. خب حالا شما مطرح کردین و گفتین که آمریکا و دیگر قدرت‌ها نمی‌خواهند که کشورهای اسلامی اتم داشته باشه. حالا پاکستان جزو از کشورهای اسلامی است که بمب اتم داره و در کنار او عربستان سعودی همچنان اعلام کرده که تا سالهای آینده به بمب اتم دست پیدا میکنه. اینا چی؟ پاکستان کشور مستقل نبوده و نیست. 79 سال قبل MI6 انگلستان و شوروی سابق ایجاد کرد این قده سرطانی را به جهت تنظیم بالانس سیاسی در کشورهای آسیای میانه و مرکزی. اگر این سلاح اتمی را که پاکستان داره، این مطمئن باشین که تکمه انفجاریش پیش پنجابستانی نیست. همون شکلی که در 79 سال گذشته نی وزیر دفاع و نی وزیر رئیس استخباراتشان از پاکستان بوده. عربستان سعودی به نام پاکستانی هست، اما پاسپورت انگلیسی و امریکایی به جیبش هست و بدون هدایت MI6 انگلستان این کار کردن نمیتونه. و اگر میتونست
امروز اختلاف سیاسی که فی‌مابین حکومت افغانستان با حاکمان پاکستان به خاطر معضله خط تحمیلی و تمثیلی دیوراند هست باید حل بشد. با افغانستان مشکل خود حل کرده نمیتونی، حریم هوایی افغانستان رو نقض میکنی، مردم رو به شهادت میرسانی، اما میزبان گفتمان امریکا با ایران میشی. درست. او هم اصطلاح عامیانه است، میگه سر کل خود مویدار کرده نمیتونه و کسی دیگه نسخه میده که بیام من برای تو تجویز بکنم. درست. پاکستانی ها براش دلار بده، دکتر صاحب از اینکه برای پاکستانی درهم بده، هر کار را میکنه. درست. اینجا مهمی است امریکا چگونه تطبیق میکنه و چگونه ملعبه دست خود قرار میده حاکمان پاکستان در مقابل ایران را. خب در اینجا دو مورد میشه که برش اشاره کرد، هرچند فرصت سرویس خبری ما کم است. یکی که پاکستان اگر روز به اختیار تمام عیار خود برسه، حالا بمب اتم را در اختیار داره، یکی و عربستان سعودی مسئلهش چی؟ او همچنان چنین اقدام را میکنه. عربستان سعودی کشوری هست که کشور جنگ افروز نیست، کشوری هست که میلیاردها انسان به خاطر وجود قبله مسلمان ها و کعبه احترام خاص قائل هستند. او از اتم میخواهد که به اساس این تولید انرژی استفاده بکنه. خب یک کشور اسلامی است. ببینین اما پاکستانی ها امروز وقتی که میگه بم اتم داریم، شما فکر کنید که اگر همین بم اتمش در اختیار آزاد پختونخواها، بلوچ ها، سندی ها، TTP بیفته، جهان تهدید نمیشه؟ پس چرا جهان امریکایی ها نمیگه که بم اتم پاکستان را ما به خارج انتقال بدین که از ونزوئلا را میبرن، اوجا رئیس جمهور و خانمش را از یک کشور اختطاف میکنن میبرن؟ سپاس. به نظر شما اگر به نظر شما آقای دکتر، آیا پاکستان به چنین یک روز خواهد رسید که بمب اتم در اختیار داره و قسمت از خاک خودش را یا به قول شما همان بلوچستان را یا قسمت‌های دیگه را که TTP حضور داره بمیره که با بمب اتم اونجا را آماج قرار بده؟ انشاءالله پاکستان رو به انحلال هست. هندوستان هم اراضی اشغالی خود میگیره، افغانستان هم اراضی اشغالی خود میگیره، بلوچ ها مستقل میشن و استعمال از سلاح اتمی یک موضوع ساده و عام نیست. او به اساس پرانسیب ها بازدارنده هست، نه عملی کننده کور استفاده بکنه. تنها کشوری که خلاف تمام کنوانسیون ها عمل کرد و در هیروشیما بم انداخت امریکایی ها بود. پاکستانی ها جرأت چنین چیزی را نه در داخل و نه در بیرون از کشورشون دارن. تشکر. خب آیا به اساس ما گزارشی که من در نخست خواندم واقعا در ایران اختلافات وجود داره؟ طبعا که چنین هست. در ایران اختلافات بسیار زیاد هست. متاسفانه حاکمان ایرانستان موضوعات مذهبی و قومی و حزبی را در کشور دامن زدند. فراتر از این، آیا میان رهبران همیشه دعا کردیم که خداوند مسلمان‌ها را در مقابل کفار پیروز بگرداند. بله. ما هم همراه ملت ایران هستیم در مقابل ظلمی که امریکایی‌ها و اسرائیلی‌ها بالایشان میکنند. اما بالمقابل ظلمی که ایرانی‌ها بالای اهل تسنن در ایران میکنه، امو ظلم را به بالای فلسطینی‌ها اسرائیلی‌ها میکنه. 26 میلیون اهل سنت را شما برین ببینید در ایران عضو کابینهشان کی هست، جنرالشان کی هست، وزیرشان کی هست. در پهلویش بلوچ‌ها کردها را ببینید، در پهلویش بقایای حکومت شاه را ببینید. یک اختلافات داخلی کشور خود حل نکنن، ما پیشنهاد ما برشان این هست که برین حل بکنید. بله. اما به اساس یک جا بودن مسلمان بودن، تمام ملت مسلمان افغانستان با ملت مسلمان ایران هست. اما در بعد سیاسی ببینید 4 سال و 9 ماه میشه حکومت افغانستان به 3 اصل حکومت داری میکنه. اقتصاد محور بودن، عدم مداخلت در کشورها و امنیت. چگونه هست امریکا هم ما را به رسمیت نمیشناسه، ایران هم ما را به رسمیت نمیشناسه. پس پالیسی ایران و امریکا در قبال افغانستان سیاسی یکی هست، اما در بعد اقتصادی میگه ما با افغانستان بیشتر از اتحادیه اروپا ما مراودات داریم. چگونه از وقتی که بر پیسه میرسه ما کشور خوب هستیم، اما به بحث رسمیت شناسی بر ما میگه که حق اقلیت ها به کجا هست؟ اقلیت ها در افغانستان هم هست، اکثریت در ایران جوابش چی میدین؟ تشکر دکتر صاحب. خب حالا اشاره کوتاهی را به دو گزارش از سنتکام مندازیم که سنتکام در نخستین گزارش خود گفته که آمریکا
البته یک تصویر از جنگنده F-16 منتشر کرده و گفته است که آمریکا در حال محاصره دقیق ایران است و آماده عملیات گسترده‌تر دیگه علیه ایران است و در کنار این یک تصویر از جنگنده F-18 ایالات متحده آمریکا را منتشر کرد و گفت که 3 نفتکش ایران را که در حال عبور از تنگه هرمز بود اونا را آماج قرار داده و در سوی دیگر همچنان گزارش های تازه از وال استریت ژورنال است که واشنگتن و تهران طبق یک طرح 14 ماده‌ای قرار است هفته آینده در پاکستان بشینند. اینجا یک پارادوکس است، هم آمادگی ها برای حمله گسترده به ایران گرفته میشه و هم از مذاکرات سخن زده میشه. چشم انداز کلیتون چی است؟ آیا در روزهای نزدیک جنگ گسترده تر است یا توافق میشه؟ این احتمال وجود داره که امریکایی ها به خاطر از بین بردن حکومت ایران هم در بعد استخباراتی و هم سیاسی تلاش میکنن، در این شک نیست. چرا که امروز او ایران را با خود یک متحد نمیدانند و با خود یک دشمن بسیار محرز میدانند. بالمقابل ایرانی ها و حکومت حاکم و سپاه میگه اگر ما بودیم دیگه ها باشه، اگر ما نبودیم دیگه ها نباشه، دامنه جنگ را شعله‌ور میسازند به کشورهای عربی و خلیج میرسانند. پس مجاب به این میکنه اون طرحی که امریکایی ها داده بودن به کشورهای عربی، گفته بودن 15 تریلیون دلار شما بدین که برای 2 سال ما جنگ را ادامه بدیم. اگر ایرانی ها باز هم به کشورهای عربی حمله بکنه، عرب ها این پیسه را بر امریکایی ها میدن، امریکایی ها ایران را آرام نمیمانه. اما ما امیدوار هستم حاکمان ایرانستان به این نتیجه برسند که با توافق مشکلات حل بسازند، چرا که تجربه بد بودن جنگ را ما داریم. ملت ها رو به بربادی میره اما تاوانش را ملت ها میکشن، حکومت ها نمیکشن. خیلی سپاس آقای دکتر محمد زلمه افغانیار پوپل، آگاه ارشد سیاسی و نظامی، از حضورتان در برنامه. در این مورد گزارش هم داریم که میبینیم. پس از حمله روز گذشته ایالات متحده در شهرهای گوناگون ایران به ویژه قشم و بندرعباس و آماج قرار گرفتن ناوهای جنگی امریکا در تنگه هرمز، دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده گفته است اگر توافق با جمهوری اسلامی نهایی نشود، امریکا راه دیگر را انتخاب خواهد کرد و ممکن است پروژه آزادی کشتی ها در تنگه هرمز را از سر بگیرد. ترامپ همچنان تصریح کرده است که جمهوری اسلامی ایران ممکن است امروز پاسخ مبنی بر طرح پیشنهادی امریکا را اعلام کند. اگر همه چیز امضا و نهایی نشود، ما راه دیگری را انتخاب خواهیم کرد. پاکستان از ما خواست که این کار را نکنیم. اگر روند کار پیش نرود، شاید دوباره به پروژه آزادی برگردیم. در همین حال محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر با جدی ونس معاون رئیس جمهور امریکا دیدار کرده است. در این دیدار دو طرف درباره روابط راهبردی میان قطر و امریکا، تحولات اخیر منطقه و مذاکرات تهران و واشنگتن که با میانجیگری پاکستان جریان دارد گفتگو کرده اند. در این دیدار طرفها بر کاهش تنش‌ها و تقویت امنیت و ثبات منطقه تاکید کرده اند. در سوی دیگر تنش‌ها میان ترکیه و اسرائیل شدت گرفته است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در تازه‌ترین اظهارات خود به گونه غیر مستقیم به بنیامین نتانیاهو هشدار تند داده است. Türkiye istiklal ve istikbaline kastetme cüretini gösterecek. هر کشوری که جرأت کند به استقلال و آینده ترکیه آسیب برساند با پیامدهای سخت روبرو خواهد شد. باز هم میگویم حتی در خواب همچنین فکر نکنید. ما آنقدر قدرت داریم که هر کسی را که دست به این کار بزند شکست دهیم. این در حال است که منبع‌های آگاه گفته‌اند که ایران و امریکا هفته‌های آینده مذاکرات خود را در اسلام آباد از سر خواهند گرفت. بر اساس گزارش‌ها، تهران و واشنگتن در حال حاضر با همکاری‌های کشورهای میانجی روی یک طرح 14 ماده‌ای برای پایان دادن به جنگ کار می‌کنند. در این طرح مدیریت یورانیم غنی شده جمهوری اسلامی توسط یک کشور سوم، کاهش تنش‌ها در تنگه هرمز، لغو تحریم‌ها و موضوعات دیگر شامل می‌باشد. سپاس توجهتان تا این دم هستم. شب بر همه شما خوش. خدا نگهدار.